سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم پک اوپنینگ FC26 داشته باشیم، یا بهتر بگم پک های FC26 که جمع کردم اومدیم بزنیم و اشغال به راه دیگه. آجی امیدوارم چیزای خوبی بگیریم از اینا. ایده‌ای هم ندارم که قراره چی بهمون بده، چون ایو که میشناسید ایو ناشناختگیش بعضی موقع یه کارایی میکنه پشمت میریزه. خلاصی که بریم سراغ این ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها، اول اینکه این پک هایی که فعلا دارم و خب سعی میکنم اول از چرت و پرت ترینا شروع کنم تا بهترینا دیگه. ببینیم اول اینکه بین پک ها الان میخوام این 78 پلاس برزیل پلیر پک رو بزنیم که آجی یه دیگه معلوم نمیکنه. میزنیم بریم چی میده آجی. ممکنه همینم واکات بده. RW بچه آنتونیه بشمو گوتو زدم آجی، گوت برزیلی زدیم آجی. برید عشق کنید، اصلا این برای کل ویدیو بسته. گوت برزیلی. خب خوشم میاد، خدای من تیم آف ویکیشو بخوام برم بگیرم. تیم آف ویکیش خیلی گاده. خب ماشاءالله نت. خب پک بعدو ببینین الان بین اینا این پرمیوم پلیرز پک و پرمیوم گولد پلیرز پک هستم که 12 تا گولد پلیره، یه دونه گارانتی مثبت 80 که 3 تا هم ریره، یعنی 3 تا گارانتی ریره، یه دونه گارانتی 80 یا بالاتره. بزنیم چی میده. CM آلمان گوگل پکسل که یه آلمان زنان که 83 لاتیوین بخونم اسمش سخت خدایی. و خب اینا اکثر این پک ها چیزی نمیده و چیز عادی هم هست که نده، چون کلا سیاست ایه داشت این کارا رو میکنه که تو بری پول بدی پک بخری. چی فکر کردی؟ میخوام برم از پکای الان تریدمون بزنم. 2 تا ترید داریم که الکتروم و اسمال گلده. اسمال الکتروم میزنم. آقا به نام خداوند جان و خرد، آقا یه واکات به ما بده اینجا. RB واکات ندادیم. آمریکا مثلا آلمان کلابش هم که نمیشناسیم و یه چرت و پرت خالص که اینا عملا دیگه تنها خاصیتشون کویکسل دیگه، کار دیگه ای نمیشه با اینا کرد، خدایی نمیشه. کویکسل هم براشون زیادی به نظر من. ببین پک خوبامون که مونده الان، مثلا خیلی پک های بهتر مونده، این ساز چرت و پرت ها مونده داریم میزنیم. خب اسم گولد پریس پک رو میزنم آقا به نام خدا آجی، مثلا خدا که این ویدیو رو خوب میکنه. چه عنیه داد آرکو داره، چه اسم چرتی داره. دفنینگ 31 آجی. من مهاجم دیدم دفنینگ اینقدر دیپان. آجی سوله آدیش بخیر آجی. اون گلش که نه آجی، اون چیزش بود دروازه در میاره امباپه میزنه آجی. من خیلی دوست دارم اینجوری ریلکسی رو میخوابه دروازه تا پاشو میده بالا میگیره. خب آجی الان پکا 82 تایی داریم، 2 تا 84 2 تایی، 85 تا 9 داریم و 81 3 تایی که من میگم اول 82 تایی ها رو بزنیم. و اولی رو با انگوش کوچیک دستم میزنم ببینیم چی میده. خدای اینجا چیز خوب بده خداییش. وکوت پشمام حاجی، گفتم ایه 82 تایی حاجی میشه دابل نی حاجی. چقدر داره اینجا به من گلر میده خدایی. کوبل حاجی دبلیو. از این پک کوبل بزنی دبلیو، از این پک کوبل بزنی. اگه با این وضعیت ببینم پیش بره یه دونه هیرو هم ببنیم. هاورتز آرسنالی داشت. این پیرن رو اینجا میبینی. من آرسنالی بگیرم اوق بزنم پسر. من به احترام پیرن تومسن دمش گرم، خدایی خوب بود آقا. به انگوش کوچیکه داره جواب میده. 82 تای بعدی رو میزنم با همین انگشتم. اینم واکات بده من دیگه به ای ایمان میارم آجی.
پشمام حاجی، پشمام. اوسیمن بابا چجوری امکان داره؟ چجوری میشه همچین چیزی اتفاق بیفته؟ یه از 2 تا پک چرت و پرت، این سفیدی خالصه. پشمام What the fuck؟ مگه میشه؟ آقا 2 تا 80 پلاس ضرب در 2 به من 2 تاشم واکات داد. ببین اینا قراره چی بده؟ پشمام ریخته حاجی، پشمام حاجی. 81 ستایی رو میریم بزنیم. 81 ستایی با همین انگشته حاجی، انگشت مقدس من رو بگیرید ناموسن. 81 ستایی چی میدی؟ اینجا هم واکات نه، اینجا دیگه خیلی تا سی وی آرژانتین. رومرو نابحال بالاخره فودر دیگه حاجی، استفاده میشه تو کلاب میره دیگه. 82 پشمام 2 تا پک زدیم، 2 تاش هم واکات. فودر خالصن دیگه اینا، واقعا فودر خوبی هم هستن، باهاشون پک میشه بس و اینا. برای هیرو اینا خوب جمع میشه اگه اشتباه نکنم. خلاصی که خوبه. آقا من قبل از پک خوبامون من 2 تا ایده دارم. اول اینکه بریم توی بخش کلاسیک پک، بخش پک فروکنه یه، بیا اینجا پرمیوم ریویو پک رو بزنی. آقا اینم منوش کوچیکه میزنم اینجا یه چیز بدم، واقعا به یه ایمان میارم، واقعا ایمان میارم، یعنی یه چیز میگم یه چیز میشنم. نه دیگه اینجا یه گفت پررو نشد، اینجوری با دست پرتمون کردیم. کیه؟ ددبال پلاس ساله گیریفو، اسمش بد نیه ولی خلاصه که میگم هیچی نداد. عملا هیچی نداد. خدایی چی بگم، واقعا چی بگم. من از روی که من خیلی آدم گشنه هستم، خب میرم این سیلورش هم میزنم. خدایی گشنه تر من پیدا نمیکنه، خب اینم که خب طبیعتا هیچی نمیده. من اینکه اینجوری بازیکن بده که تو ترانسفر الکی گرون باشه، کاملا عادیه. خب ببین اینجا که هیچی بهمون نداد. اینجا ای قراره سورپرایزمون کنه، یعنی ای قراره بیاد بازیکن خوبو بهمون بده که من بخوام ترجیحاً این رولت حالت انجام بدم. 85 بده حاجی، از این ممکنه یامال، نیکو ویلیامز، کلی بازیکن گرون و خوب بده که اگه بگیره تیمم از این ور به اون ور میشه. تیمم داغونه. حالا مثلا از اینجا اگه بتونم نشون بدم، تیمم خیلی داغونه حاجی. اصلا تیمم ببینی سکتتو میزنی. این چون اکانت دومم اگه اشتباه نکنم، اکانت دومم هست. تیم اینجام زیاد جالب نیستش، مثلا چمپش هم حتی کوالیفای نکردم. اما تیمو ببینید، تیم واقعا داغونه. مثلا یه دونه چیز پک کردم، چقدر نت بده، یه دونه اسمش یادم چرا نمیاد حاجی. یلا این تیم همه که این کاپی دپاول و ایشونو اسمش رو یادم من، دیانی، این یارو آیزوه، این هم بازیکن خوبی هم خدایی. غیر از حالا این هم داره کار را میندازه، این هم راضی، همه چی تقریبا راضی هم. ولی خب خیلی تیمم جا داره بهتر شه، چون اکانت چیزام هست، دومم هست، خیلی جا داره بهتر شه. بریم آجی، امیدوارم از این 2 تا پک یه بازیکنی بگیریم که این تیم خیلی آپگرید شه. الان مثلا 2 تا واکات داد، مثلا اوسیمن و یه گلر خوب داد. نمیدونم بین اون 2 تا گلر کیو فیکس کنم دقیقاً. آقا 85 9 میزنیم، منم نگاه نمیکنم. آقا من این برو نگاه میکنم، دست اینجوری بزنم که من فقط دارم میبینم که واکات شده. سخته. من اسکیپش کردم. آجی چیزی که دارم میبینم به نظر میاد که تیم آفت ویک زدیم. خب فیزیکال 82
دفع 83 دریبلینگ 84 پاسینگ 84 شوتینگ پشمام تیم آف دی ویک what the fuck این فاک هم لهجه دار میگم لهجه ترکیه پولیجاک 13 کا مثلا من اینم خوشحال شدم به خاطر 13 کا دیدم تو این زندگی خدا لعنتت کنه چی بود داری البته برای اون هیروه باز میشه ازش استفاده کرد داره یه کارایی میکنه حاجی اینم اگه واکات داد رولت میکنم یعنی نگاه میکنم ولی واکات بده یا نمیدونم رولت که برای خودمه بالاخره ایونت پشم حاجی سی بی مصر روشن سعودی لیگ دابل نیست نفهمیدم چی شد حجازی حاجی اولین ایونت این اکانته پشمام من الان نمیم چرا اینقدر آرومم گوششم خانم دامبیس گروهلا نمیتونستش بخونم چند دیگه آقای اجازه 11 کن آقا من بازیم از اون اینم استاتوی آقای حجازی چیه پیسش هیچی دفش خوبه خدایی هدش خوبه دفش خوبه جامپ اینا سرنج حاجی خدایی بازیکن خوبیه که آبیاره داشتم 3 تا پایین اسکیل آبیاره حاجی بازیکن بدی نیست چرا قیمتش پایینه بازیکن خوبیه خدایی این اصلا بیشتر پلسویل دفاعی رو داره انتیسپیت بهش میدادن انتیسپیت پلاس خیلی این کارت خفن میشود خیلی ها خلاصه که دبلیو من راضی هم اول ایونت همه و یه داره خوشحالم که یه دونه ایونت زدم بالاخره از عمری و حالا دیگه خلاصه ببینم اگه تونستم هیرو میبندم ببینم چی میشه دوستان من بعد از کشمکش های فراوان دورم به کمپین میکس مثبت 85 رسید که واجی همینم غنیمت به قرآن دهنم سرویس شد همینم ببندم یعنی نصف این چیزایی که الان پک کردیم رو دادم پایین خب بعد واجی بریم بزنیم من خودم نگاه نمیکنم حالا شما نگاه کنید به من بگید دیگه چی دارید نگاه کنید بریم آقا 3 2 1 میخوام ببینم چی واکات باشه پشمام آجی پشمام نمیخوام ببینم زیرم نگاه نمیکنم چیه چیز خوبیه هرچیه ببین اولین کاری که بکنم اینه که میام اینجا بچه انتیسپیت داره اشمو روزیناش هم نمیرم میام اینجا فیزیکال 84 داره ببین من سعی میکنم اینجا نرینم تو خودم خب خیلی الان سخته این که بتونم 2 تا صفحه نگاه کنم خب فیزیکال 84 داره دوستان دفع 88 دریبل پشمام رینارد حاجی دبلیو حاجی ناموسن دبلیو چند گرون باش خدایی کارت خیلی خوبیه یس حاجی سیکاپ انتیسیپیت پیس 75 پیسش یکم کمه ولی دبلیو حاجی من اینو هستم من کورنر استونزم بود اگه اشتباه نکنم که حاجی اکثرا اونایی که کمپین میکس میزنن دبلیو نمیزنن من که راضی بودم شما هم راضی باشید حاجی خدای خوب بود پکای پولی هم میبینیم که دوستان پی تو وین میان اینجا و اش میکنن خلاصه که آره دوستان دمتون گرم خب دوستان دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید مرسی که این ویدیو رو دیدید خیلی بخوام خلاصه تر بگم خودتون دیدید رینارد زدیم ایونت بود کمپین بستیم اینا واجی من راضی بودم پک اوپنینگ امشب احساس میکنم پک اوپنینگ داره بهتر میشه اوضاعش نسبت به قبلا ایونت میدید الان یه ذره سر کیسه شل کرد من که راضی بودم شما هم راضی باشید مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید خیلی دوستتون دارم گودبای با گایز